شهاب چجوری مردونه از خواب پا میشی؟ بیاین من جوابتون رو بدم. جوری پا میشه که یه زن اونجوری پا نمیشه. لباسمو میپوشم، تختمو مرتب میکنم، تمیز میکنم، چون که خیلی برام تمیزی مهمه. اینگه که تمیزی برات مهمه، خودت برای خودت اینگه مهم نیستی. بعدش مستقیم میرم دستشویی صورتمو میشورم، به اگه مرد باشی الان میخوای بری سر کار دیگه بعد روتین پوستیت. روتین پوستم رو انجام میدم که نه آقا مرده به صورتش آب نزد الکی میگه روتین. کرمهامو میزنم، یه دوش آب گرم که خستگی شب رو از تنم در بیاره. آی کلک شب داشتی چی کار میکردی؟ نخوابیدی؟ همیشه محصولاتی که استفاده کنم همیشه باید برند باشه، من غیر از برند واقعا نمیتونم. آقا خواهرمون برند استفاده نمیکنه، برند استفاده میکنه. پوز نیست، سبک زندگیمه. آخه خدا یه لحظه فکر کردم میخواد یه کار دیگه بکنه. بعدشم رو دست گلزار زدی. گلزار خودش پشماش ریخت. چه همومی بود، واقعا چسبید. بعدش من میرم همیشه اولین چیزی که باید تو دهنم بره آب. من که منطق ایشونو نفهمیدم ولی فکر کنم آبم برند میخوره. واقعا چیز خیلی مهمیه، اولی که خواب پا میشم باید آب بخورم. بعدش میدونی من به دلم به چی میسوزه؟ به اون آبی که میخواد بره تو شکم تو. یه کوچولو دراز میکشم، ریلکس میشم. انشاءالله بعد دراز کشیدن و صبح نخوردن میری سر کار دیگه. بعد میشینم تبلت آیپدمو چک میکنم، دایرکت‌ها رو جواب میدم، تبلیغا رو جواب میدم، یکم با فالوورام میگم و میخندم، کیف میکنم. ببین اون خره کیه که میخواد تو تبلیغش باشی. وای کمرم خیلی درد میکنه، پاهام یکم با استراحت بشونم. من موندم کمر درد به پا درد چه رفتی داره آخه؟ کمرم کم دراز بکشم، یکم ریلکس کنم. مبلم بلوتوث داره. بعدش کم کم گرسنه‌ام میشه، غذا خوردنم. میخواستی گرسنه نشو؟ نه. بعدش میخوای غذاتم به قول خودت برند بخوری یا نه؟ برام خیلی مهمه، همیشه سعی میکنم ظهر مرغ بخورم، بدنم بهش عادت کرده دیگه. راستی خونه جدیدم نگفتی مبارکه؟ سر منو قد کننم نمیگم مبارکه. این چیه داری تو دستت میخوری آخه؟ نظرتون چیه؟ داره شکر دوباره موفق شدم با عرق پیشونیم، این برکت حتی اگر میگفتی با احترام پدرای زحمتکش با کدوم عرق بگیرم.